از مافیا خسته شدی؟ بهت قول میدم تا آخر این ویدیو یه بازی مناسب به جای مافیا بهت معرفی کنم. بچه‌ها اسم این بازی کودتاست. یه بازی 2 تا 6 نفر برای 17 سال به بالا مناسبه و استراتژیش استراتژی کلی مافیاست. یه بازی نقش مخفیه. بیاین حالا با هم بازش کنیم ببینیم داخلش چیه. بهتون نشون بدم روند بازی چه شکلیه. من خودم خیلی برای این بازی هیجان زدم. از بچگیم اینو بازی میکردم. بچه‌ها یه روند کلی داره، یه دفترچه داخلش داره که بهتون نشون میده که چیکارا باید بکنید، نقشا رو باهاش آشنا بشین. سکه های جدیدی داره. اینا کارت شخصیت هاست که باز برای اینکه راحت تر بهتون یادآوری بشه هر شخصیت چه ویژگی خاصی داره. و خود کارت های اصلی کودتا، کارتاش گرافیکاش خیلی فوق العاده است. یه توضیحات مختصری روشون نوشته شده. روند کلی بازی این شکلیه که کارتا با هم یکی یکی بر میخوره، به هر کسی 2 تا کارت میرسه که این شخصیت ها و نقشایی که داره رو فقط خودتون میتونید ببینید و کسی دیگه این نمیدونه که کدوم شخصیت برای شماست. اول بازی بهتون یه تعدادی سکه میدن. شما باید با استفاده از این سکه ها بلوف زدن درباره ویژگی کارتتون و شخصیتی که دارین بتونید بقیه رو از تو بازی حذف کنید تا خودتون آخرین نفر بمونین و برنده بازی بشین و کلی لذت ببرین. بچه‌ها این بازی و این پست رو بفرستین برای اون مافیا بازایی که از مافیا خسته شدن. عاشقتونیم.